دادگاه نویه کلین شهر تیومن یک مرد 56 ساله زاده تاجیکستان را در بدرفتاری جنسی نسبت به دو دختر اوگه خردسالش گناهکار شناخت و به 14 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. خدمات مطبوعات دادگاه ولایت تیومن خبر داد که دادگاه مرد را به فایده یکی از کودکان تجاوز شده 500,000 روبل تاوان هم بسته است. بنا به مواد پرونده این مرد سالخورده سال 2013 به تیومن به مردکاری آمده در اینجا با یک زن محلی شناس شده است. او در خانه این زن استقامت میکرد. زن دو دختر اون وقت 9 و 10 ساله داشته است. از نبودن مادرشون استفاده برده مرد در طول سالهای 2013-2014 دخترچه ها را تجاوز میکرد و نسبت به آنها حرکت های شعبانی انجام میداد. کودکان هراس خورده میترسیدند که درباره جنایت های پدرندرشان به مادر خود گپ زنند. آنها فکر میکردند که مادرشان به آنها باور نخواهد کرد. مرد ظالم کودکان را با شلنگ میزد و سال 2015 مادرشان را بوغی کرده تهدید کشتن کرده است. زن به قرار رسید که از این مرد جدا شود. وقتی که دخترانش به وی اصل گپ را گفتند زن به پلیس مراجعت کرد. گفته می شود در اطلاعیه دادگاه مرد زاده تاجیکستان را بعد شکایت زن و فرزندانش دستگیر کردند و او در جریان تفتیشات اتهامات اعلان شده را قطعا رد می کرد و می گفت تنها می خواست که فرزندان همسرش را تربیت کند. او همچنین ادعا می کند که وقتی از آن زن جدا شد زن با دخترانش زبان یک کرده برای انتقام جویی به او تهمت زدند. ولی خدمات مطبوعات دادگاه ولایت تیومن ادعا دارد که به تفتیشات میسر شد که سه حالت استفاده زوراوری، سه حالت بدرفتاری شعبانی نسبت به یکی از کودکان، دو مورد تجاوز خواهر او و همچنین تهدید کشتن مادر آنها را اثبات کند. حکم شهروند تاجیکستان هنوز قوه اجرا نگرفته است. او میتواند از این حکم به دادگاه بالایی شکایت برد.